سلام بچه عزیز، روزتون بخیر باشه. من ایمان تقوا هستم و 15 ساله که زبان آلمانی تدریس میکنم. امروز خوش آمد میگم بهتون به بخش دوم از درس سوم زبان آلمانی. قرار امروز با هم دیگه ضمایر ملکی رو یاد بگیریم و بهتون پیشنهاد میکنم حتما تا انتهای ویدیو با ما همراه باشید. ضمایر ملکی مثل ماین و داین، مای و یور انگلیسی و مال من و مال توی فارسی. اینجا هم براتون کلی مثال میذارم، اینا رو قرار با هم دیگه تمرین کنیم و مرسی. بچه عزیز، ما قرار امروز با هم دیگه ضمایر ملکی رو تمرین بکنیم. ضمایر ملکی تو زبان آلمانی مشابهش تو فارسی و انگلیسی ما داریم. مثلا میخوای بگی مال من و مال تو. مال من رو تو انگلیسی از مای و توی آلمانی هم از ماین استفاده میکنی. توی وایت بورد من اینجا براتون خیلی از چیزها رو نوشتم. مثلا اگر آرتیکل کلمه ما das و der باشد، اگر آرتیکل کلمه ما تکرار میکنم das و der باشد، ما برای ضمایر ملکی از ماین و داین استفاده میکنیم. مثلا تو اگه بخوای بگی پدر من میگی ماین فاتر، اگه بخوای بگی پدر تو میگی داین فاتر. اگر بچه باشه میگی ماین کیند چون داسه، اگر بچه تو باشه میگی داین کیند. به طور کلی اگر آرتیکل کلمه ما داس یا در باشد، ضمیر ملکی آن توی انگلیسی میگی مای و میگی مال من فارسی، و توی آلمانی میگی ماین. ماشینه میگی das ist mein Auto، این هست ماشین من، this is my car. تو هر سه زبان دارم بهتون میگم که راحت تر براتون جا بیفته. اگرم مال تو باشد میگیم dein، مثلا das ist dein Auto، این ماشین توه. this is your car و این هست ماشین تو. نکته بعدی، اگر آرتیکل کلمه ما دی یا دی پلوغال باشد، یعنی حالت جمع باشد، ما برای ضمیر ملکیمون یک ا به انتهای این ضمیر ملکی اضافه میکنیم. مثلا برای من میگیم ماینه و برای تو میگیم داینه. مثلا مادر das ist meine Mutter، this is my mom و این هست مادر من. و همین مثال رو برای تو میزنم das ist deine Mutter، this is your mom و این هست مادر تو. یک نکته انتها داریم، نکته نهایی داریم اینجا. اگر آرتیکل کلمه ما دی جمع باشد، فعل آن هم به حالت جمع استفاده می شود. مثلا اینها دوستان من هستند یا اینها ماشینای من هستند، تو مگه نمیگی they are یا اینها هستند. تو آلمانی هم میگی das sind یا sie sind، آنها هستند. das sind meine Freunde، دوستان من هستند. das sind یعنی اینها هستند meine Autos، ماشین های من هستند. یا das sind meine Lampen، اینها لامپ های من هستند. برای مثال های دیگه که بخوام براتون بیارم، اینجا یه سری چیزا رو براتون نوشتم. اگر آرتیکل کلمه ما داس باشد، طبق تکنیکی که اینجا بهتون گفتم، ما از ماین استفاده میکنیم. mein Kind، بچه من. ist klug، هست باهوش. mein Vater، پدر من. ist fleißig، پدر من ist fleißig، زرنگه. یا اگر دی باشد میگیم meine Mutter ist nett. اگر همین رو بخوام برگردونم، مثال بزنم برای داین، میگم dein Kind ist klug، یعنی بچه تو. مای و یور، مال من و مال تو. برای بار دهم تکرار میکنم mein Vater، پدر من. پدر تو dein Vater. همین ماین و داین رو قرار اینجا جایگذاری بکنیم. ماین مال من، داین مال تو. و برای آرتیکل دی meine Mutter، مادر من و مادر تو deine Mutter ist nett، مهربان هستش. میام روی ردیف بعدی. گفتم که dein Onkel، dein Onkel یعنی دایی تو. ist begabt یعنی با استعداد. دایی من میشه
ماین اونکل. بس ماین و داین در یک جایگاه قرار میگیرن. اگر آرتیکل ما داستر باشه فرقی نمیکنه. ماین اونکل است begabt یا داین اونکل است begabt، همون مای یور و مال من و مال تو، دایی من و دایی تو. داین بیبی است شön. بچه شون نه، شön هستش، املاوت داره، یه طرح غلیظ تلفظ میشه. موقع تلفظ کردن حروف املاوت اصلا عجله نکنید، سعی کنید حق کلمه رو ادا بکنید، حروف رو به درستی تلفظ بکنید، بسیار زیاد شما کمک خواهد کرد. برای لهجهتون قرار لهجه خیلی زیبایی ما بگیریم، پس عجله نکنید موقع تلفظ کلمات و تون پیش نرید. این توصیه من به شما هستش. ماین بیبی بچه من، داین بیبی بچه تو، است شön. مثال بعدی دی، آرتیکلش دیه، پس میشه deine Schwester your sister. خواهر من meine Schwester خواهر من. ist sympathisch. sympathisch یعنی دلسوز، مهربان، همون سیمپاتیک انگلیسی که ما خیلی زیاد استفاده میکنیم. فقط یه نکته، اگر اپسیلون در بین کلمات حرف بعدی آن صدادار نباشد، توی هوختویچ و لهجه غلیظ آلمانی صدای او میدهد، میشود زمپاتیش. زیمپاتیش نداریم بچه ها، فهمیدی؟ زمپاتیش یه 60-70% 80% او میگیرد. زمپاتیش. اس سی ها صدای شی قوی به ما میدهد. بس ماینش وسته خواهر من، داینش وسته خواهر تو. پس آرتیکل کلمه ما اگر دی باشد ماینش وسته داینش وسته، ماینه موتا داینه موتا، ماینه تانته عمه من، داینه تانته عمه یا خاله تو. نکته نهایی برای بار چندم تکرار میکنم، اگر اسم ما در حالت جمع باشد فعل ما هم باید در حالت جمع استفاده شود. فهمیدید؟ یه بار دیگه، اسم جمع، فعل من هم جمع. اگر اسم مفرد باشد فعل من هم مفرد هستش، پس میشه deine Freunde your friends دوستای تو هستند فرش. فرش یعنی گستاخ، پررو. یه ذره منفی من نوشتم اینجا براتون. meine Freunde sind sehr frisch گستاخ هستن، یا deine Freunde sind sehr frisch. بچه نکته پایانی و جمع‌بندی توضیحات امروز من در مورد ضمایر ملکی. یک، اگر آرتیکل کلمه من داس و در باشد، برای ضمیر ملکی خودم یعنی ایش میگم ماین. مثلا ماشین das ist mein Auto، یا تیشرت das ist mein T-shirt. تیشرت تو das ist dein T-shirt. This is my T-shirt, this is your T-shirt. این تیشرت من هست، این تیشرت تو هست. سه زبان براتون مثال زدم. اگر آرتیکل در باشد دوباره we don't have any change. چنج نداریم، پس میشه das ist mein Tisch. Tisch یعنی میز. das ist dein Tisch. این میز تو است. ولی اگر آرتیکل کلمه ما دی باشد ما از meine و deine استفاده میکنیم. مثل لامپ das ist meine Lampe، das ist deine Lampe. حله. و نکته پایانی، اگر جمع باشد فعل ما هم جمع می شود. برای هتل میگم اینها هتل های من هستند. das sind they are دیگه my hotels. میشه اینها هتل های من هستند و توی آلمانی das sind meine hotels. و اینها هتل های تو هستند. das sind deine hotels. خواهش میکنم با من تکرار کن، تلفظ کن، چون این تکرار کردن های شما باعث یادگیری شما میشود. به هیچ عنوان آلمانی رو با صدای آروم تو خونه نخونید. هر چی که می‌نویسید همون رو با صدای بلند و توناژ بالا تکرار کنید تا لهجه‌تون آلمانی شه. از اینجا خب بچهای عزیز، ما به انتهای این درس رسیدیم. امیدوارم که خوب بوده باشه براتون و یاد گرفته باشید نکته‌های اساسی رو. بارها این ویدیوها رو تکرار بکنید و وارد دفتر کنید و با یک پارتنر حتما تمرین بکنید. اگر هم نداشتید با یک آینه و با صدای بلند تو خونه تکرار کنید. Alles Gute, liebe Freunde. خب بچهای عزیز من، ما به انتهای این درس رسیدیم. ضمایر ملکی رو سعی کردم که با تمام کمال، با تمام مثالهایی که زدم براتون بیارم.
امیدوارم که بهتون کمک کرده باشه. نکته نهایی این که ما رو فراموش نکنید، با حمایت شما ما نیاز داریم. آدرس یوتیوب اینجا براتون میذاریم، ما رو سابسکرایب بکنید، زنگوله رو حتما فشار بدید، ما رو به دوستانتون معرفی بکنید. هر سوالی داشتی رایگان ما هستیم در کنار شما تا انتهای مسیر، همیشه خواهیم بود کنار شما. هر سوالی در مورد پذیرش، ویزا و زبان آلمانی، من قرار شد که یه چیزی به عنوان یادگار برای شما و همیشه بذارم اینجا، همیشه برای سالهای بعد، برای همیشه. و همچنین آدرس سایتمون هم اینجا براتون میذارم که بچه‌مون خیلی دارن براش زحمت میکشن و همین ها رو می‌خوایم رایگان در اختیارتون قرار بدیم. کتاب‌هاش هم اونجا گذاشتیم، تست بزنید، خودتون رو تست بکنید. سوالی هم داشتید از ما بپرسید، هستیم کنار شما. آرزوی بهترین ها رو دارم براتون. شب و روزگار خوش.